4 ماه دولت آمده یک دونه سیاست همگام نداشته، حتی خنثی نداشته، همه برعکس، همه تقویت کننده تشویش در داخل کشور. خب این نمیتونه اتفاقی باشه، این نمیتونه اتفاقی باشه. امریکای 5 سال پیش نیست، برای منافعش نمیاد بزنه زیر میز، الان برای حفظ حیاتشه، هر کاری ازش برمیاد. و این خطر رو باید حس بکنیم، باید این شرایط رو ببینیم. شما وقتی که وارد جنگ میشید و جنگ اقتصادی میشید، اصل قضیه این است که آرامش مردم حفظ بشه، قدرت خرید مردم حفظ بشه، ثبات اقتصادی حفظ بشه، تورم‌های بخشی اجازه ندیم ایجاد بشه، خصوصا توی کالاهایی که جنبه ضروری برای مردم داره. هیچ تمام سیاست‌های ما درست برعکسه. دکتر، حالا ما یه مقداری الان گریز بزنیم به تخصص شما که مباحث اقتصادی هست. ببینید ما توی همین روزهای اخیر نوسانات شدید دلار رو می‌دیدیم، ارز رو می‌دیدیم، طلا رو می‌دیدیم. همین الان که با هم صحبت می‌کنیم دلار خب 70 تومن هم رد کرد و